من بیا ابرون بری من چی بوده شکایت افراد؟ شما فرمودین که بعضی از پناهندگان شکایت کردن که این عدس و لوبیا که ما نخودی که توضیح میکنیم با گاز معده‌شون برده بالا و کمک‌های پزشکی خواستن از بنیاد که این گاز معده رو ببره پایین. آیا در وان نخود بدون گاز هست که ما اینو پخش بکنیم یا با همش با گاز میاد؟ آیا با گاز زیاد یا با چه گازی؟ یکی از مشکلات ما در وان مشکلات پناهندگان این هستش که نخودهایی که در این شهر پخش شده همش با گاز بوده و شکایت ها رفته بالا و کار داره به دادگاه میکشه که چرا بنیاد نوروز نخودهای با گاز به مردم داده. من با مسئولان این بنیاد صحبت کردم در شهر وان و ازشون تقاضا کردم با شرکت‌های تعاونی مقیم وان صحبت بکنم و نخودهای بدون گاز برای پناهندگان بنویسن و یا با هر نخود دو قرص ضد گاز باهاش بیاد که و ما این قرصا رو داریم تهیه میکنیم و این مشکل گاز معده رو در این سفر مهم و تاریخی حل خواهیم کرد. این برای جوکی یا برای برنامه تلویزیونی؟ این برای این هستش که مردم بدونن کمک‌های مالی که کردن برای گاز معده فقط نبوده، ما درمانش هم پیدا کردیم در این سفر و با مسئولین بنیاد داریم کوشش میکنیم که نخودها، عدس‌ها و لوبیای بدون گاز در آینده بین پناهندگان عزیز پخش کنیم. برای ثبت این لحظه تاریخی هم فریبا خانم اومدن. بگو بزور دست راست بگو بفرمایید. دست چپ برو ها عربی حرف زوردار نزنید. یواش الان بدون گاز بدون قرصای ضد گاز میگم برای ثبت این لحظه تاریخی هم فریبا از آمریکا اومده اینجا. بله خانه آقای محمدی اینجاست. بله. آیا بزور دست چپ